سلام، چطورین؟ حالا که به پایان فصل دوم چالش 12 روزه غذاهای مدرن و فستفود چنل من رسیدیم. با هم 12 تاشو مرور میکنیم. اولیش پاچینی مرغ بود، دومین غذا ماکارونی خوشرنگ و جذاب، سومی ساندویچ مرغ بود، چهارمین غذا پنه آلفردو با سس جذابش، پنجمین غذا 3 مدل بورک بود که بهتون آموزش دادم، ششمی سمبوسه سیب زمینی، هفتمی بورک اسفناج، هشتمین آیتم کمپیر ترکیه، نهمی پیتزای مخلوط، دهمیش پیراشکی توپولی، 11می سمبوسه پیتزایی و 12می رول سوخاری. انشالله با فرارسیدن ماه مبارک رمضان با 12 تا غذای خوشمزه و متنوع در خدمت شما هستم. نگاه گرمتون رو از ما بر ندارین.